حضرت اومد گفت که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اذن لی بالزنا. گفت همه کارا قبول دارم، نه که همین شهوتم بسیار بلندی بده، اجازت بده که من همین زنا را کم کم دوام بودم بگیرم. دیگه همین مردم در اطرافش جمع شدگی، بعضیا دشمن حقارتش کردن، بعضیا یگو مشتکشم زدن. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که نزنینش، نزدیک بیارینش. بعد نزدیک اومد، بعد سینش گفت اجلس، بشین. در پیش حضرت صلی الله علیه و سلم شیشت. و حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که افتحب زنا لامک، تو میخواهی که یک کس با مادرت زنا کنه؟ گفت لا یا رسول الله جعلنی الله فداک. نه ای حبیب خدا، گفت خدا مرا فدای تو کنه. کدام آدمی به عقل میخواد که با مادرش زنا کنه؟ گفت ولا الناس یحبونه لامهاتهم. انا همین مردم هم نمیخواهند که با مادرشون زنا کنن. و تو بدبخت زنا میکنی با مادر یگون کودک زنا میکنی. افتحبه لبنتک، میخوایی که کسی با دختریت زنا کنه؟ گفت لا یا رسول الله جعلنی الله فداک. نه پیغمبر خدا، خدا مرا فدایت کنه. گفت ولا الناس یحبونه لبناتهم. انا همین مردم هم نمیخواهند که با دخترشون کسی زنا کنه. بعد هم بنابرای افتحبه لاختک، افتحبه لعمتک، افتحبه لخالتک. آیا میخوایی که کسی با خواهرت زنا کنه؟ میخوایی کسی با عمت زنا کنه؟ با خالت زنا کنه؟ هر بار میگفت که نه ای پیغمبر خدا، خداوند مرا فدایت کنه. و مردم هم نمیخوان که با خواهرشون و خاله و عموهاشون و محرماشون زنا کنن. بعد میگه حضرت دستش در بالای سری همون آدم دعا کرد، گفت اللهم اغفر ذنبه و طهر قلبه و حسن فرجه. خدایا گناهاش رو بخش میره. ثواب پیغمبر دلش پاکیزه و تازه کن و فرجش از زنا و از حرام نگه بدار. همه جوان میگه به شرافت سخن پیغمبر و دعای پیغمبر از زهاد صحابه شید. یکی ای زاهدترین صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. انا کسی همین کارا میکنه دویم در ذهنش باشه که این سخن یگان معلم نیسته، سخن یگان ملا نیسته، این سخن یگان عشقال رئیس نیسته، این سخن پیامبر صادق و مصدوق است، پیامبری که هر چی گفته است میشود، تصدیقش می‌یابد. که ها کسی که اگر به شرط زنا کرد زناش میکنن. امام شافعی میگه کسی در خانه اگر با 100 درهم زنا کنه، در خانه خودش به پول زنا میکنه زنش. الحمدلله هم اون مرده که همه چیز باید دوید در گوش و صدا بده. خدا رحمت و مغفرت کنه پدر و مادر و باباهامون، همون مردم پیش خیلی مردمی به عقل به فراست بدن. اگر سواد شرعی نداشتن و قدر نه که یک مسئله خلقی بود، نزن در یک کسا در نزنن در تا ببین در یک کسا نزن در تا نمیزنن. بزن یک کس با شهوت دیگه کنن، اگه بزنی تو با شهوت دیگه نمیکنن. قاعده همین است. یک عیف نساء الناس تعیف نساءکم. عفت زنای مردم به جا بیاره، نگه بداره، زنای شما را عفت شو به جا آورد نمیشود. ولی یک قصه اومده است، قصه تاریخی است. یک شخص زرگر بود است. این زرگرها خیلی که در همه عصر زمان زندگیشو تینجه اوکی. پیشو و در پراوت نبود در شهرها. مردمایی که شرایط امکان داشتن قطعی سقاها در گواریتسا میکردن، در گوار زکلوچت میکردن، قطعی آبکش ها. آب قطعی تامینشو میکرده است، به یه مبلغش میدودین، یا هفته نه یا ماهی با میدودین. همین هم باید سقا همتری شرطنامه داشته است، آب قطعی تامینش میکرده است. همون مدت 10-15 سال فقط هم یک آدم آبی خونه را تامین میکرده است. یک روز این زرگر در دکان شیشتگی یک زن جوان میآید، چله خری. بعد میگه که به همین رزمیر یعنی انگوشتم یک چله بیار. با این میبینه دستای بزه بخشرو، یکی حواسش میکنه مردک در میخپه دستی همون زنک و خودش هم چله را میدوزه و بعد دستی همون را میموله میسوس میکنه. عجب دستی خشرو، عجب دستی خشرو افته، حواس میکنه. شب خونه میآید که زنش هم تا رستش میمونه. بسیار زنی صالحه است، زنی مستوره.
روز شب گو بدبخت چیکار کردیم؟ هیچ کار نکردم. نه روتاسیون نکمیگم. انیخت چیگه خوردگی همی روز. گپ زن نباشم من طلبی طلاق میکنم قطعی زیدگی نمیکنم. بعد بسیار سختش گرفت. روز زنگ اینم خیلی کار شد. همین زن دیدم یکی به اختیارم خیلی دستش شکیدم و گفتم که منزه از پروردگاره که این خیلی دست نکی وزیر خشور خلق کرد. اخ خونت بسوزه گفت. همین اینمی سقایی که برای ما را آب میکشید در همین مدت 15 سال یکم برام تا سرش برداشته نگه نمونه کرده است میگم. این همین روز او وقتی همین اوورد خالی کرد همین پیش میگذشت این همین زمین در خچه پرت افته پوما قچاق گرفت که من ترا دوست میدارم در عشقیت سختگی هم انتری بعد میگه سیاست نهی بشکی زدم خیس گریخت انیق فهمیدم که چی نامعقوله کرده بدبخت او برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه پا گفتگی خدا را شکر که ای زیادتر نرفتی اگر ای کرجغل میشی همین باید برای ما را درس عبرت باشه که مسلمانیم خواهر داریم مادر داریم دختر داریم محرم داریم خیلی با محرم یک کسی دیگه چشم بالا میکنی خدا لعنتت کنه این پلیدا همین آبرو و عزت ندارن یا شرمنده و رسوا هم در همین دنیا فردا روز قیامت هم عذابشون بسیار سخته او برای خدای تعالی سخت تاکید کرده است ولا تقربوا الزنا نمیگه که زنا حرامه خداوند میگه به زنا نزدیک نشوی یعنی با همون زناکاری لعین دوستی نکن همکاری نکن همنشینی نکن فهمیدی از دواعی زنا احتیاط کن با زن نامحرم شمپرونی نکن گپ نزن با زن نامحرم سلام نکن دستشانه تکن تلفن قطعی معامله و معاشرت نکن همه در همون دواعی زنا میدرویند در صحیح مسلم اومده است روایت حضرت ابو هریره میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت کتب علی ابن آدم نصیبه من الزنا مدرک ذلک لا محاله در نامه اعمال فرزند آدم همون مقدار زینایی که در زندگیش میکنه الکی ثبت چیدگی ای تقدیرا مدگی ای اگر ثبت چیده باشه علاج نداره همون میویه به سرش و میگه یعنی فقط زنا غرض از زنا اینمی مقصد انا لوبادیه نیره نمیگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم خوبگی را نمیگه میگه فل عینان زنا هما نظر این همی دو چشمه زناشون هم نظری حرامه زنای بیگونه را تماشا کردن ول اذنان زنا هما الاستماع دو گوش زناش این همی گپای شهوت انگیز گوش کردن شنیدن و لسان زنا منطق زبان از زناش منطقه همی گپ میتی سخن شهوت انگیز میگوی گویا که همی زبان زنا کرد والید و زنا هلبچ دست زیناش اینم قپیده نه دست یک زنی بیگونه را قپیدی همون دست زنا کرده است پگه در پیش خدای تعالی شاهدی میتن و رجل زنا هلخطا پا از زیناش همون قدم زده به همون جاهای حرام و فساد رفتن ای بعد حضرت گفت والقلب یهوی و یتمنا انا ای دل به گم میزنه ای تری کنم او تری کنم شیطان وسوسش کردن میگیره والفرج یصدق ذلك او یکذب ای فرج همون را یا تصدیق میکنه یا تکذیب میکنه روز محشر هر نهام پیدا شود هم ز خود هر مجرم رسوا شود دست گوید من چنین دزدیده ام لب بگوید من چنین پرسیده ام چشم گوید کرده ام غمزه حرام او چشمکی زدنات رود سیاه میشود چشمت فرد روز قیامت گواهی میده گوش گوید چیده ام سوء کلام فرج گوید من بکردستم زنا پای گوید من شدستم تا مینا هم عملی نیک خیر در اعضای بدنت گواهی میده هم عملای بد فسق فساد تا پس چنان کن فعل کان خود بی زبان باشد اشهد گفتن عینی بیان پروردگار حفظ مان کنه ایمتری آدمای بد دور باشه یا با رفیقی را نیستن همین با کسی رفیقی رو دوستی کردی با یقین بفهم که فردا روز قیامت خداوند همنشینی همون میکنه برای همین در انتخاب دوست بسیار احتیاط کنه حضرت رسول الله صلی المرء علی دین خلیلی هر مرد در دین دوست شای در دین دوستش فلینظر احدکم ممن یخالل ایمی خاطر هر کس پیش از او که با کسی بینای دوستی را برقرار میکنه
باید اندیشه کنه که با کی دوستی میکنه، عاقبت کارش چی میشود. و المرء مع من احب، هر کس همراه محبش حشر میشود. فرد روز قیامت هم وقتی دوستی انتخاب کردگیت حشر میشه. برای سعی کردن در کار با کسای دوستی که اهل سجود باشن، اهل نماز باشن. دیدن تنبلی میکنی و بیان تاکیدت کنن که بچه چهار روزی در نمازی بونده در مسجد نمیبینم، یکون کسلی چی در دوری ها جورا بیا همین کارای با خوب تا بس که نباشد دوستی را قطعیت قطع بکنم. انا خیلی رفیق باشه سبب نجاتت میشه و هم در دنیا و هم فردا روز قیامت. نگی با همین فاسق فاجر اگر رفیقی کردی ممکن تا فسق و فجور نداری، نه یک از قطعی همون دیجد در جای بیرم میگه روش سیامی تای کنوش ترایه بیرم. حدیث در صحیح امام مسلم های، صحیح ترین کتاب در پهلوی صحیح بخاری. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید احب الاسماء الى الله عبد الله و عبد الرحمن و فی روایت ما تعبد له. محبوب ترین نام ها در رضای خداوند نام عبدالله و نام عبدالرحمن است. در غیر صحیح مسلم در بعضی کتاب‌های حدیث اومده است که محبوب ترین نام در پیش پروردگار هر نامی است که دلالت به بندگی کنه. یعنی پیش از نام‌های 99 الله همین پریفیکس عبد بیاید. عبد یعنی بنده، عبدالله یعنی بنده الله. سبحان الله. این را ببینید محبوب ترین نام همین نام عبدالله را نام بزرگتر در اسلام نیست. هم آدمایی که آگاه هستند الحمدلله فرزندان را عبدالله نام میکنند، بنده الله. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اکثر موارد وقتی نام صحابه را عوض میکرد همون نامایی را که موافق نبودن، نامای ناخوش بدن، یا عبدالله شو نام میکرد یا عبدالرحمن. خدا برکت بده. همه مرد خدا ببینه برای فرزند اصلا هر پدر یک الگو های، یک نمونه های. بیشتر فرزندان با پدراشو تقلید میکنن. همه پدر کسی نباشه، در هر وظیفه نباشه برای فرزند چه افتریتیت های. ولی نمیدونیم همون فرزندکامو در کوچه بعضا برو از بار میکنن قطع جوروشو ای خاطری پدرش. یگون گپ میگه پدرش که یک سال میشه تعریف میکنن و همون پدر رو افتخار میکنن. همین سعی کنیم که برای فرزند نمونه حقیقی بشیم که حقیقتا هم فرزند بتونه که به ما و شما افتخار کنه. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را. حضرت میگه که عهدی پدر یادم آید همه که باران رحمت برو خردمه. همون زمانهای طفلی میگه بعضا در خاطرم میآید همراه پدرم باران رحمت خداوند هرگز از بالای قبر پدرم دور نشود که در خوردیم لوح دفتر خرید زی بهرم یکی خاتم زر خرید. یه روز میگه دست مگریف بازار برده لوحم خرید دفترم خرید. مقصد که روچکا و همین اسبابی تعلیم برام آماده کرد. با میاد چلاک دیدم میگه دلم گم زد. میگه گفتم پدر همین چلا را بخرم. خیلی فرزند شرینه روی همون چلا را گرفت در انگشتم کرد. میگه برآورد ناگاه یک مشتری با خرمای از دستم انگشتری. یک سوداگر شستر یک دامو بازار میگه چلا را دید چلا قیمت اون ستاک فریاد کرد. بچه جان گفت خرمات میتم چلا را نمیتی. بیچاره کودک اگه جو میفهمه که چلا قیمت های نرخش بلند های همین از خرماه که داد میگه چلا را دستم گرفت. چه نشناسد انگشتری طفل خورد به شیرینی از وی توانم برد. خب به قدرش که نمیرسه یعنی فریبش میکنن یا شیرینی قطعی میگیرن ای دستش. حضرت میگه که تو هم قیمت عمر نشناختی که در عیش شیرین در انداختی. ای مسلمان زاده انا میتونم به قدری همین عمر نرسیدستی. برای همین عیش دنیا شی دنیا همین لذت دنیا خدا در بلاها گرفتار کرده. اونم کسافت گفتستی قسم به الله دلی من با هم بدبخت میسوزه که مرتکب این قدر گناه و این قدر زنا شده است. با یقینا معلوم است که ای خانواده‌اش کسی زینوش از سیاه میکنه پگه بود پیش خدای تعالی جواب میگه. تو هم قیمت عمر نشناختی که در عیش شیرین در انداختی. در آن روز که از فعل پرسند قول اولوالعزم را تنبیل ارزد زی حول.
در روز قیامت از فعل از سخنت از گفتارت میپرسد پروردگار. چنان دهشت داره روز قیامت که پیامبرای اولوالعزم از ترس خدا در لرزه میغلطند. در میان پیامبران 5 پیامبر اولوالعزمند، اینا بزرگترین پیغمبرای خدا اند. محمد صلی الله علیه و سلم، ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، یا بزرگترین پیغمبرای خدا اند. همه را میگه لرزه میگیره در پیش غضب خدای تعالی. بر روزی که دهشت برند انبیا، تو عذر گناه را چی داری؟ بیا. اوقی در روزی که پیغمبران خدا حتی دهشت فراشو میگیره، تو خونه سوخته در پیش خدا چی بگفته باشی؟ و برای گناهات چی عذر داشته باشی؟ زنان را به عذر معین که هست زی طاعت بدارند گهگاه دست. تو به عذر یک سر نشینی چه زن، روی کم زیزن لافی مردی مزن. زنکای ازرق دارن وقتی همون کس حیز میشوند، همون وقتی قایده شد ارباسر میشوند یا وقتی کودک تولد میکنن، تو همون خشک شدن شونه از نماز اینا خالی هن. در رمضان اگر همین کار واقع شود روزه را میخرن، بعدا قضاش هم میدورن، اما نماز به همین ساقط میشه و اون نماز دیگه قضا نمیخونن. اما تو میگه به یگان عذر زنک بر یک گوشه دا میشینی، نماز خدا را نمیخونی، عبادت خدا را نمیکنی، چی دعوای جوان مردی میکنی؟ روی کم زیزن لافی مردی مزن. تو درجت ای زنک کمی لافی مردکی نزن. زنانی که طاعت بر رغبت برند، زی مردان اینا پارسا برترند. همین زنکایی که عبادت خدای تعالی را بر رغبت میکنن، والله خاکی پاشو ای هزار مردکی بی غیرت بی همت بالاتر ای. ببینید فرزند همیشه تقلید پدر هم میکنه، در همه کار تقلید پدر هم میکنه. اگر ما جوان مرد شدیم فرزندامون هم با یقین جوان مرد میشن. همون فرزند میبینه که مثلا پدرش مهمان نواز ای، اینا مهمان نواز میشه، اما کار و رفتار علاقه در وجود و شیشتگی ایوان. ای خودش میبینه که پدرش مسجد میروه، نماز در مسجد میخونه، علاقه همون به همون انس گرفتگی ای. او دیگه خیلی بی نماز تصور کردن نمیتونه. برای پدر باید الگو باشد برای فرزند. اینا ببینه محمد الله را پدرش این نامی بزی به خشرو را مونده است، محمد الله. الله اکبر. نام محمد بزرگترین پیغمبر خدا، معروف ترین نام در دنیا، در کتاب رکوردهای گینس هم هست نام محمد. در جای اول در دنیا نام محمد است صلی الله علیه و سلم. سبحان الله. و محمد الله را فرزند چه نام کرده است؟ عبدالله. نامی را که پیغمبر میگه پیش الله محبوب ترین نام است. در اسلام شاید از همه بیشتر همین نام عبدالله باشه. همین ابوبکر صدیق شروع، از ابوبکر صدیق ای صحابه پیغمبر، همین حضرت ابوبکر نامش عبدالله ای، عبدالله عثمان. نه که از بس که بسیار آدم زیرک بود، کردان بود، مردم راه نشان میداد، همین تخلصی ابوبکر براش داده بودن. نباشه ای بگیم کنیش ای، نامش نیست ای حضرت. بعداً بعد اسمی خاص شدن خیلی رفت علم شد، اما در ابتدا مقصد اسم نبود. از همین خاطر سعی کنیم که همین نامای خوب مونیم فرزندامون هم کاری خودمون دوام میدن، اما نامای زیبا و خوشرو را انتخاب کرده و در چیزاشو میگذارن. در زمانی که مسلمان‌ها در شعب ابو طالب در محاصره اقتصادی بدن، سال 7 بعثت هست. همین سال 7 بعثت تا سال 10 بعثت جناب سرور عالم، مسلمان‌ها در یک دره بگیم که در احاطه همین کافرها و مشرکا بودن، خطیشو یگان خیلی معامله و مناسبت نمیشد، خرید و فروش نمیکردن، دخترشو نمیدوندن، دخترشو نکاح نمیکردن. به خاطر چی؟ طلب کردن از ابو طالب که محمد صلی الله علیه و سلم براشون بتنده، یا مقصد که قتلش کنن، انتقام بگیرن. اما ابو طالب در جان پیغمبر که بیچاره بود ندادش. قسم به الله گفت اگر در پاش یک خور میخله من قصاص خونی میگیرم، نگذاشت. به خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمام همین بنی هاشم امرت بعثت جناب سرور عالم، مسلمان‌ها در یک دره بگیم که در احاطه همین کافرها و مشرکا بودن،
خطیشو یگان خیلی معامله و مناسبت نمیشید، خرید و فروش نمیکردن، دخترشو نمیدوندن، دخترشو نکاح نمیکردن. به خاطر چی؟ طلب کردن از ابو طالب که محمد صلی الله علیه و سلم براشون بتنده یا مقصد که قتلش کنن، انتقام بگیرن. اما ابو طالب در جان پیغمبر که بیچاره بود ندادش. قسم به الله گفت اگر در پاش یک خور میخله من قصاص خونی میگیرم. نگذاشت. به خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمامی همین بنی هاشم امر کرد که همه بیاید در همین درای ما جاگیره در همین زندگی میکنیم، محافظت میکنیم از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. هر کسیش که ایمان آورده بود، ایمان نه آورده بود، از بنی هاشم همه اومدن. ولی یک گپی بسیار جاهلانه داریم. میگم همین دشمنی عمک بچه‌های هم دوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم موندگی. به خدا قسم میگم دروغه. همون عمکای پیغمبر فقط همین ابولهب ملعون حساب کردن در کار نیست. برای دشمن خدای اوخی فرقشی عمکای برادرای اوخی کثافت دشمن خدای دیگه. تمامی همون عمکای پیغمبر همون زمانایی که در شیب ابو طالب بودن، عباسی عمکش حتی اسلام آوردگی نبود، اما به خاطر دفاع حفاظت از ابو مقصد که جیانش ای پسری برادرش همه کسا این همین تمامی عیش اشرت راحت پرت افتانه اومدن در همون داره گشنگی میکشیدن، برگی درخت میخویدن. در انمو شیب ابو طالب در اویله عباس ام الفضل زنش یک پسرک تولد شد، پسرچه. اولین پسرچه که در همون شیب تولد شده است. عباس اومد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت یا محمد خداوند یک بچه‌کم داده است. با حضرت همراهش اومد، کودک میده نوای مادر تولد شده. حضرت صلی الله علیه و سلم اگه باید تحنیکش کنه یک خرما اینا میوان که تحنیک اصلا همین یگان چیزی شیرینی را، خاصتا خرما را. یگان آدمی با عقل، آدمی با خیرت، آدمی که مقصد که خدوه هست میخویه و همون آبی دهنش کمتر شیرین نمیشوه، همون را میگیره کامی کودک در میشماله که او کودک شیرینی را حس کنه، با سینه مادر را گرفته بتونه با بزاق سینه را بخوره. خرما نبوده است. حضرت صلی الله علیه و سلم دهنی همون کودک که باز کرده در دهنش تف کرد. اول این چیزی که در قطق هم کودک رفته است همین توفی دهنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد نامش کرد، گفت نامش عبدالله. او زمان ولی عقیقه نبود، اما حضرت تحنیکش کرده نامش من گفت نام ای عبدالله ای. ای عبدالله انمو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما است، شاه مفسرای قرآن، شخصی که مسلمانان به نامش افتخار میکنند تا به امروز. هم کودک که ببینید اول کودکی که در شیب بنی ابی طالب تولد شده است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم نامش عبدالله گذاشت. ولی در همین تاریخ اسلام هم بزرگترین علمای اسلامی کسایی که این همین مذهبای چرگانه از همون سرچشمه گرفتن نامی همش عبدالله ای. مذهب حنفی، مذهبی ما که بزرگترین مذهب است الحمدلله در روی زمین، میروه ابتدای کار از همین عبدالله ابن مسعود میشوه. عبدالله ابن مسعود فقیه امت اسلامی، این هم مذهب مدینه منوره. میروه انتهای کارش به عبدالله ابن عمر برسه، پسر حضرت عمر. مذهب امام شافعی همین میروه آخری کارشو به همین حضرت عبدالله ابن عباس میرسه، شاه مفسرای قرآن. این عبدالله همه این چند عبداللهی که در اسلام گذاشته است همه علمای بسیار بلند مرتبه و حتی یورا عبادالله میگفتن عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر. خب عبدالله ابن عمر که کاتب وحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. عبدالله ابن زبیر او بزرگترین عالمترین صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تعلیم علم. اگه مسلمانی که به همین خاطر تبرکن فرزند عبدالله نام میکنه، انشالله یقین است که پروردگار به امید و آرزوهاش میرسونه. کل غلام رهینتون به عقیقتی، هر طفله گروگان عقیقه خود می باشد. یعنی این محفل عقیقه در تقدیر آینده کودک تاثیرش میگذاره. نامگذاری در تقدیر آینده کودک تاثیرش چه میگذاره. خداوند بزرگ عبدالله را به این نام زیبا و بزرگ سزاوار، عالمی با عمل، حافظ قرآن، خادم شریعت،
محب خدا و پیغمبر به کمال برساند و خداوند بزرگ به خاطر احیای سنت والای حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم به خاطر قدوم این طفلک معصوم در این خاندان، در این محله، در این شهر دیار، در خاندان برادرایی که در مجلس خیری با شرکت دارند، فیض و برکات و خیرات و حسنات نازل بسازد و الله ذوالجلال برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند و همه روزهای سعادت و خوشبختی توی حقیقه فرزنده و نبیره و شاید بعضی ها را ابیرهاشان برسانند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. در هر کسی نباشه باید که احترامش کنی، خدمتش بکنی. اما خدای تعالی میگه که اگر به شکل پدر و مادر در کار سعی کنن که خلاف فرموده خدا و پیغمبر اطاعت نکنی، اما با طریق دغل نه، طرز اینه که دلش برنجه. میتونی یگون آدمی با عقل در بین وسیطه کنی. مثلا یگون فرض کرده یگون دوملوها یگون شیخی هست که با همه اعتقاد داره، میتونه او را وسیله کنی. یا یگون خشتونه یگون کلونسوله که مثلا هر یک اولاد دیده یک آدمی هست که مقصد که احترامش میکنن، در تمام محفل و معرکه حتما دعوتش میکنن، با واسطه همیو کردن در کار. یک برادر همون زمانای خطیبی ما بود خدا راستی، بچه های فرخورن، همون پسردار شده دست با اومده محفل شاک برگزار میکنه، گفت پدرم در خانه های همه چی خیلی که حالی شما گفته، مقصد هم کادرای زمان شوروی در دوره شوروی با وظیفه کلان داشت از پدرش، آدم کلان بود است. که من همین دیلم امید دارم همین ای پیشکی قصد کردگیم که نام فرزند من ابوبکر مونم، ای پدر میگه که امیرش نام میکنی، همین ده پورا ده هموزه دختگی که نامشو امیر میمونه. همین نمیشه یک ملایم خش رو ایتر اشکار نگو گفت که میفهمم. همین یک خیلی که مقصد پدر متقایی چه و همین قول قبول کنده مقصد من همین امیدم همین یکی همین فرزند ابوبکر نام کنم، لیکن نمیخوام که هم دلی پدرم برنجم. بعد همین در ضمن یکی همین یک صحبت توری اومده، همین سوال موافق شد اطراف ابوبکر صدیق. بعد همین صحبت کردن گرفتم، بعد گفتم حضرت ابوبکر صدیق امیرالمؤمنین ای امیری مؤمنا، در بالای تمام امیر و امیر ای. همین گپ رفت به خدا قسم هیچ دیگه زیادی نگفتم در موقع. بعد وقتی صحبت خلاص شد همون پدر یا اون برادر آدمی با عقل، خیلی آدمی با عقل نباشه، با اندیشه نباشه، او وظیفه بلند اینجا میرسه آخی. او وظیفه بلند هم آدمی با عقل به هم تریجا میرسن. انا گفت که خدا راستی گفت همین دلش میکشیده است که ابوبکر نام کنه. من گفتم نامشو امیر مونم. اوی ابوبکر که امیرو باشه، اگر ابوبکر خوب دست نامشو ابوبکر میمونیم. اگر انشالله همین روحو وسیله بگیریم بسیار خوب میشود، با مورد میشود.